خیلی هستن برای جشن عفت و پاکدامنی هزینه میکنن. برادری تماس تلفنی با من گرفت، گفت برای هر کدوم از این دامادهای این جلسه از برادران همین منطقه خودتون مبلغ 500,000 تومان هدیه در نظر گرفته شده، بعد بهشون پرداخت میشه. تو همین راه بودم، نزدیکای میناب بودم. کسانی هستن که برای طهارت هزینه میکنن، کسانی هستن که برای حمایت از فرهنگ و دانشجو و دانش آموز هزینه میکنن. نمیگن فلانی یتیمه، میگن فلانی فرزند منه، هزینهش میکنن تا عالم بشه. کسانی که توفیق پیدا نکردن تاجر شدن اما خیر و با تقوا نشدند، مالشون برای هزینه در کار خیر ممنوعه، خدا بهش مجال نمیده، چون نیتش خیر نبوده. مالش برای همین مشروب خواری و مواد مصرف کردن و به رخ مردم کشیدن و به پیشونی لوتی زدنه، برای اسراف و آلودگی است. چقدر خوبه که خود انسان از نظر خدا لایق باشه، مالش هم لایق باشه. محال است که خودش لایق باشه مالش لایق نباشه. انسان لایق مال نالایق و وارد زندگیش نمی کند. چند مدت است که این منطقه کلاً، این کناره ساحل، خیلی ها رو آوردن به تجارت مشروب و خمر ام الخبائث و خوشحالن که روز به روز دارن تاجرتر می شوند و از همین مال به زن و بچه دارن میدن. خمر، نفرین خدا و فرشتگان خدا و بهترین بندگان خدا، پیامبران خدا، همه این نفرین ها بر خمر وارد شده و ام الخبائث معرفی شده. برادرم، کسی که در آینده شاید این CD تو یک شرایطی در یک محلی شاید خواسته یا ناخواسته دستت میفته، گوش بدید. گل به روح این جمع، اگر عزیزی تو این جمع نیامده در آینده این CD دستش بیفته، زمانی که ما در مدینه بودیم به توفیق و فضل خداوند در شهر پیامبر، شیخ مطیعی عالم مصری که کتاب المجموع نووی رو کامل کرده، شرح المجموع بزرگترین کتاب مرجع فقهی فقه مقارن مذاهب اسلامی، بالاخص مذهب شافعی است. یکی از دوستان نقل میکرد که در جده بوده، در مسجد جامع اونجا خطبه میخونده روز جمعه درباره نوارهای مبتذل. یک تاجر بزرگی که شرکت‌های بزرگ این تولید نوار همش نوار مبتذل بوده، از قضای ربانی تو اون مسجد بوده. خیلی از جوانای ما هستن صلیب گردنشونه اما تو صف نماز هستن. خیلی وقتا شده تا به سجده میریم و رکوع، یک دفعه یک پاکت ونستون میفته تو سجدگاه از تو جیب یک برادری با فندقش با کبریتش. الله اکبر خم میشه، میگه سبحان ربی العظیم، از اون طرف پاکت ونستون هم میفته تو سجدگاهش. خیلی ها نمیفهمن چی کار میکنن. این شیخ خطبه خوندن، دوستان نقل میکردن، میگن چنان در این تاجر فیلم فروش تأثیر گذاشت که مسلمان بود، اونجا بدنش لرزید، توبه کرد که این شخص چقدر عامل و فتنه و فساد برای امت اسلامی شده و از این راه داره امرار معاش میکنه و کسب درآمد میکنه و تجارتش رو حساب نابودی سرمایه های امت اسلامی داره توسعه میده. اونجا میگه به خود آمد، بیدار شد، آهی کشید، توبه کرد، دستور داد که کل اون شرکت فیلم سازیش همش شه و تولید فیلم و CD های مبتذل و نوارهای مبتذل همه بسوزونند. یکی گفت که چه جایگزینش چیزی دیگه ضبط بکنی، گفت هیچی نمیخوام، توبه نصوح یا رب. خیر در همه هست.
بعضی موقع غافل میشویم. اول سال جدیده، چه برنامه خوبی، چه جوانای خوبی شما دارید. کل این برنامه‌ای که امشب 3-4 هزار نفر آدم نشستن اینجا و درگیر این مراسم هستن، ما تو ورودی شهر که وارد شدیم به این میدان بیاییم، دیدیم که طایفی دامادشون جلو بود، کل طایفه پشت سرش با صلوات می آمدن. از اون طرف یه داماد دیگه، از اون طرف یه داماد دیگه، کل طایفه دنبالش. فضا همش پر از صلوات شده. نگذارید که این ام الخبائث وارد زندگی شما بشود. از تجارتش بگذرید. خیری درش نیست که بگم که من بگم از خیرش بگذرید. خیری نداره که شما از خیرش بگذرید. شرش، از شرش بگذرید. شرش رو وارد زندگیتون نکنید. طاقت شر مشروب رو ندارید. هیچ جامعه‌ای طاقت شر موادی و مایه‌ای که نفرین خدا و رسول خدا و کل فرشتگان خدا و مؤمنین بر اونه و زمین و زمان بر اونه، طاقت شر این شیء نفرین شده رو ندارن. از زندگی خودتون و فرزندانتون و از تجارتش دست بکشن و رو به خدا بیاورن. خدا اونها رو از در غیب روزی میدهد. مثالی میزنم. استاد محمد یا شیخ محمد العریفی، یکی از علمای جوان، خوشفکر، خوش بیان، خوش اخلاق، خوش برخورد، میگه در یک سفری به اروپا و غرب میرفتم با دوستی، در هواپیما نشستیم. هواپیما کم کم اوج میگرفت در آسمان. یک دختری نیمه اوریان با لباسی زننده مهماندار هواپیما بود، عرب مسلمان بود. آمد خیر مقدم گفت. نمیتونستیم نگاش بکنیم، نمیتونستیم سرمون بندازیم پایین. خیلی لباسش زننده بود، نیمه اوریان و لباس نازک و تنگ و فشرده. امروز خیلی از زنها و دخترای مسلمان هم میپوشن. میگه به رفیقم گفتم برادر نظرت چیه؟ این خواهر مسلمان با این وضعیت نصیحتش کنیم، تذکر بهش بدیم. میگه دوستم بهم گفت که جناب شیخ این از نصیحت گذشته، خودتو خسته نکنید، از نصیحت گذشته. گفتم نه. همجور با هم کلنجار رفتیم تا اینکه عزم و جزم کردم که این خواهر مسلمان ماست، پاره تن ماست، ناموس اسلامه، نباید ازش بگذریم. چه بسا این خواهر در هواپیما به سفر غرب اروپا مشروبم ارائه بکنه برای فروش، سیگارم برای فروش ارائه بکنه. میگه وقتی دختره برگشت گفتم خواهر ببخشید یه هدیه قبول میکنید؟ کمی مکس کرد، گفت که هدیه چه باشه؟ میگه تو کیفم یک نوار بود، یادم آمد که یک نوار سخنرانی تو کیفمه. ارزش نوارها رو دست کم نگیرید، با کیفیت خوب ضبط کنید. هر کسی 100 تا نوار در راه خدا تکثیر کنه بده، در خونه ها بده، یه روزی نگاه میکنن. اگر نوار ضبط باشه که تو ماشینا میتونن گوش بدن. میگه نوار در آوردم، گفت این چیه؟ گفتم این نوار عنوانش اینه: اوصاف نساء الجنه، اوصاف زنهای بهشتی. میگه وقتی تحویلش دادم خیلی متواضع، با ادب، با کلاس تشکر کرد، برداشت و رفت. میگه خیلی خوشحال شدم. به دوستم گفتم دیدید گفتی از نصیحت گذشته ولی هدیه رو قبول کرد. میگه بعد از ربع ساعت برگشت، گفت ببخشی برادر یه نوار دیگه نیست؟ گفتم همین یکی بیشتر نبود؟ گفت نه این که بله جای خودش، ولی یه نوار دیگه جفت این نوار.